دارم یاد میگیرم ولی یه چیزایی. چیکار داری میکنی؟ داشتم چک میکردم ببینم که اپیزود اول موضوع چی بود. خب چی بود؟ عرضم به خدمتتون که یه سری چیزها استرس نه، من آرومم. تکست اومد. خیلی داری ریتم فیلمو کند میکنی ها. خب تکست اگه میخوای تکستو بررسی کنی که برو تو گوشیت، منم اینو خاموش کنم، برو جواب تکستاتو بده، قهوه‌تو بخور. میشه دم کافه قهوه‌تو میخوردی دیگه. آره، ولی به خاطر اینکه ویدیو باحال شه اجازه دادی من قهوه‌مو بگیرم بعد بیایم. باحاله. باشه آفرین. چیزه سلام. من سلامو میدم. آفرین، تو خیلی بچه خوبی مؤدب و خوبیه. واقعا بچه مؤدبی هست. قربونت. وای عالی، سند هستی این ببن. آقا ما یه ویدیو گرفتیم. مگه من تا حالا به تو گفته بودم بیادبی که نه. میگی سند هست؟ نه. دنبال سند مدرکی؟ نه. آفرین. چرا اینجوری شده؟ ما یه ویدیو گرفتیم که اومدیم توش راجع به مقوله کاریابی توی نسل ایگرگ و زد و تفاوت نسلی ایگرگ و زد صحبت کردیم، چون من که از نسل زدم و آقاری هم از نسل خب ایگرگ و شما متولد 66. بله. منم که متولد 83. و راجع این موضوع صحبت کردیم. موضوعی که اون ویدیو رو ما آپلود نکردیم این بود که من از دید خودم و اکثر کسایی که باهاشون حالا تو زمینه کاری در ارتباطم، از نسل زد نسبت به مسئولیتی که دارن مینالن و میگن آدمای بی قید و شرط و بی مسئولیتی هن. بله. حالا یه سری خوبی هم دارن، یه سری ویژگی های مثبت دارن، به همش میتونیم بپردازیم. بحثی که ما کرده بودیم این بود که نسل حالا قبل‌تر از ما وقتی وارد یه کاری می شدن هم مسئولیتشون بیشتر بود، هم تعهدشون نسبت به اون کار بیشتر بود و اینکه قبلا کار زیاد کار کم بود، نیرو کم بود. نه نیرو زیاد بود، تقاضا زیاد بود. این تیکه باید حذف شه. از اول بگو. قبلا کار کم بود، نیروی کار زیاد بود، واسه همین کسی یه جایی استخدام میشد میچسبید به کارش و سعی میکرد تو همون کار حالا پیشرفت کنه، یه جایی رسید بعدن کارش رو عوض کنه. ولی الان یه جوری شده که کار زیاده، نیروی کار کمه. درست. و معمولا کسایی که میان یه جا کار کنن از این قضیه سوء استفاده میکنن. طرف مثلا میگه آقا من میرم اینجا 2 روز وای میستم، حال نکردم میام بیرون، 2 روز دیگه هم میرم یه جا دیگه، راحت تر برخورد میکنه. آره. هیچ تعهد مسئولیت، یعنی شما قراردادم باهاشون میبندی سفت و محکم، طرف مثلا میگه آقا من نمیتونم اینجا کار کنم، آقا قرارداد بس من نمیام و نمیاد، کاریش هم نمیشه کرد. واسه همین میگم تعهد مسئولیتی نسبت به قبل کمتره. حالا شما نظر غیر از من میتونم تجربه خودمو بگم توی این موضوع. من از 18 سالگیم وارد بازار کار شدم، دقیقاً از بعد از کنکور. یه مدت شروع کردیم حالا با یکی از دوستامون با هم یه دفتری اجاره کردیم، اونجا شروع کردیم به کار تو کارخونه نوآوری آزادی. اونجا شروع به کار کردیم و نتونستیم بچرخونیم. من شروع کردم برای اولین بار با مقوله کاریابی آشنا شدم. اومدم دنبال کار گشتن، دنبال اینکه ببینم کجا به من کار میده اینا. خب منم یه تخصصی داشتم و طراح سایت بودم و هستم و انجام میدادم. بحثی که بود موقعی که خب من مثلا داشتم دنبال کار میگشتم، هی به من برمیگشتن میگفتن حالا مثلا تو یه ماه آزمایشی بیا. بی‌نظیر شد، سکسی شد، بی‌نظیر شد. به من میگفتن که آقا شما پاشو بیا یه ماه آزمایشی بیا، نمیدونم 2 ماه کارآموز بیا،
دیدم حقوق انقدر، حقوقو پایین با من میبستم. مثلا من کاراییم اندازه مثلا با سرپرست بخشم من داشتم رقابت میکردم تو کارهای دیگه. جوری شده بود که اون میشست و من همه کارا رو داشتم میکردم. خب حالا من اینجوری بودم. خب و منم بی تجربه بودم. اولا که شما هنوزم ببخشید اینجوری بی تجربه، چون 2 هفته پیشم همین کاری که با هم میکردی و رفته بودی اضافه بر سازمان میکرد. من نمیگم بده یا خوبه، یه جاهای خوبه یه جاهای بده، بستگی به محیط کار و کارفرما داره. ولی اینکه شما زیادتر میکنی یا با سرپرست اون بخشی که کار میکردی کارت یکی بوده، انتخاب خودت بوده، کسی مجبورت نکرده و تو نباید همچین فکری بکنی که من دارم کاره اونو میکنم پس چرا حقوق من کمه یا داره سر من کلاه میره. آخه اونجا واقعا سر من کلاه رفت. چرا؟ به خاطر اینکه اینا به من حقوق پایه رو نمیدادن، قراردادم نداشتیم. خب شما همه اینا رو اون اول میدونستی. اوکی ببین یه جور دیگه بهت میگن. بعد بچه‌ای زیاد نمیفهمی. مثلا به من گفته بودن 3 ماه دیگه میفرستیم دبی، دفتر دبیمون. اینا اصلا اون دفتر نیاوران هم مال اینا نبود. 3 ماه دیگه میفرستیم دبی، شما قرارداد 3 ماهه ببند. آقا بعد 3 ماه اگر اون چیزایی که تو می‌خواستی انجام نشد، آقا ما قراردادمون تموم شده. یا چیزایی که اون کارفرما می‌خواسته انجام نشد، آقا من نمیتونم با تو کار کنم. منم موقع رفتن دستشون رو گذاشتم تو پوستگردی دیگه. کار خوبی کردی. خب دیگه به خاطر اینکه اونا 1 سال سر من بازی در آورده بودن. ببین چقدر من الان تو فیلم گفتم ایشون آدم بی‌ادبیه و واقعا اشتباه کردم گفتم با ادبه، واقعا بی‌ادبه. جلو من میگه بازی در آورد. بازی چی میشه؟ اما من میپرسی چی میشه؟ من برام به تو ادب و شعور و فرهنگ یاد بدم. اصلا اون کارفرما هر کاری کرده حقت بوده. کاش 6 سال ازت بیگاری میکشید نه 1 سال. 1 سالی منو ببین، من تو 2 ماه برای این 24 تا پروژه رو تکمیل کردم. خب چرا کردی؟ چون احمق بودم. خب پس تو احمق بودی، نباید احمق بودن خودتو گردن کسی دیگه بندازی که بعد بگی طرف. موقع رفتن 1 هفته قبل اینکه میخواستم برم بهش اومدم گفتم آقا من دارم میرم، شما هم که دارین ورشکست میشین، کشتی شما غرق ما رفتیم. آره زنگ خورد و قطع شد. آره منم 1 هفته قبل از این که برم بهش گفتم که آقا من دارم میرم. حالا من کاری به این نمونه استثنا ندارم، ولی جایی که میری صحبت میکنی محیط کار رو میبینی. ما تو کار خودمون طرف میگیم آقا 3 روز آزمایشی 4 روز آزمایشی بیا کار کن. حالا یا تو با شرایط ما اوکی وای میسی یا ما با شرایط اوکییم تو هم قبول میکنی یا نه حال نمیکنی. آقا من نمیتونم اینجا کنم. آره درست. وقتی هم که میگی اوکی قرارداد میذارن جلوت، حقوق باهات صحبت کردن، محیط رو دیدی مدت قرارداد چه میدونم 6 ماه است 10 ماه است 1 سال است دیگه، باید پایبند باشی به اون قرارداد. درست. بعد 5 ماه اصلا آقا فهمیدی من نمیتونم اینجا کار کنم، تو قرارداد آقا ذکر شده شما 1 ماه 2 ماه قبل اینکه بخوای باید اعلام کنی من نمیتونم دیگه ادامه بدم. نه اینکه امروز میای میگی آقا من دیگه نمیام و فرداش نیای. چیکارش کنی مثلا؟ بزنیمش؟ پولش رو ندیم؟ چیکارش کنی؟ این میشه بی‌تعهدی، بی‌مسئولیت. آره. یا همون مسئله‌ای که مثال زدین، میره مسافرت رفیق شما دقیقاً همون فردا آقا حالا پس فردا رفیق ما میاد ویدیو رو میبینه استرایک میزنه. ما که اسم نبردیم که. نه. من گفتم طرف میره مسافرت مثلا میگه من 3 روز دیگه میام. بله. 3 روز دیگهش میشه 5 روز بعد میگی چرا دیر اومدی؟ میگه خب دیر اومدم دیگه مسافرت بودم. دقیقاً مثالش. بله. 2 روز بعد من نکردم هیچ چی کارایی ولی دیدم من نداریم آقا، ما داریم راجع به کلیت صحبت میکنیم. درسته. ولی خب یه چیزای خوبی هم دارین دیگه. بله. اینا شما بگو من بگم. البته البته اینو تمامش کنیم. من حس میکنم نسل شما نمیدونم تکبودیه یا میخواد تکبودی باشه یا جایی که دوست نداره خودشو نشون بده تکبودیه. این مثال ساده، ما الان سوار این ماشین شدیم.
این در بسته بود. ایشون 2 دستی با 3 تا پا افتاده بود به جون این. آقا این ربطی نداره. نه میگم آقا این با یه انگشت باز میشه. خب من زاویه‌ام بد بود. فقط کافیه یکم از مگه من زاویه‌ام خوبه الان من مسلطم. آره دیگه یه جوریه که راننده بتونه بازش کنه دیگه. بغل راننده اولین بارم که نیست دارم سانروف باز میکنم دیگه. بغل راننده نمیتونه به هیچ جوره باز کنه. آقا من را دستم نبود، من اولین بارم دارم سانروف باز میکنم نشد. یا همین پایه موبایلی که الان ما می‌خواستیم ویدیو رو ضبط کنیم شد 45 دقیقه ایشون داشت با این پایه موبایل ور میرفت که اینو اینجا بچسبونه. تازه من تو هم نسلیام تو کارهای مکانیکال خوبم، یعنی تو بقیه رو ندیدی. این کارا شد مکانیکال ها؟ مکانیکال نیست. فکر کنم اینجا رو خواب دیده بودم. با هم میایم تو، نگم جا رو کجا میایم، ترورمون میکنه. چرا؟ با هم میایم تو سرا یاسر، من دقیقاً این لباسا تنم، شما این لباسا دارید ویدیو میگیرید. به خدا همینا بود. تا باور نکن. دژاوو بهش میگن. ولی خب نسل زد نسلیه که مثلا تو زمان ما، حالا میگم تعهد بیشتر بود، مسئولیت بیشتر بود، ولی خب یه جاهای طرف زشت از زیر کار در میرفت یا زشت از کار دزدی میکرد. این چیزا تو نسل شما من کمتر دیدی؟ خیلی کمتر دیدم. میفهمم. یعنی طرف چشم و دل سیره یا طرف اصلا احتیاج نداره به این که بخواد از این کارا بکنه. آره. تو نسل ما این چیزا بیشتر بود. آره. مثلا من خودم چیز کنم، یه تجربه کار با نسل شما رو بگم. به عنوان نه من کارفرما بودم. خب تو کارفرما؟ آره. من یه پروژه‌ای داشتم، یه دونه آیتی من برداشتم بردم سر اون پروژه. آشنا هم بود. چی من؟ آیتی من، مهندس کامپیوتر. یه لحظه اجازه بده. این لفظایی هم که شما مدگری الان مثلا تو کار ما میخوای چند تا لفظ بهت یاد بدم؟ تو به من یاد بدی؟ مثلا مطمئنم نمیدونی چی؟ مثلا گستش کردم. میدونی یعنی چی؟ گستش کردم؟ آره. یعنی چی؟ یعنی این یکن حالا چیزای نسل زدیه، اصطلاح نسل زدیه. مثلا من دارم با من که نه شما داری با یه دختری صحبت میکنی، با هم دیت میکنی، نه یکی دوتا دیت با هم میریم بیرون، بعد با یارو حال نمیکنی به هر دلیلی، یهو دیگه نه جوابشو میدی، نه تو اینستا پستاشو نگاه میکنی، نه لایکش میکنی، نه استوریشو نگاه میکنی، هیچ، یه جوری رفتار میکنی کلا از همه جا بلاکش میکنی. نه بلاک نمیکنی، هیچ کاری نمیکنی، یه جوری رفتار میکنی انگار این آدم اصلا وجود نداشته، گستش میکنی. منظورم از بلاک همون به صورت ذهنی شما فهمیدی. بله، انجام اون عمل. آره. بلاک مثلا بری تو گوشی موبایل یار رو بلاک کنی، منظورم متوجه شد. آره. کاش شما اینا رو متوجه شد. شما دیگه گستش میکنی یارو رو، بعد ایگنورش آفرین، ایگنور سگی، یعنی تا نهایت ایگنور. بعد وقتی مثلا ایگنور هست چرا گستش کنی؟ اصلا این گست از کجا اومده؟ این یه کلمه است دیگه. الان من ندیدی شهرداری بیلبورد زده تو سطح تهران؟ اون که خیلی شعر گست اونقدر گنگ نیست که گستش کنم، بعد پایینش نوشته سعدی آمردن کورا. اون که خیلی شعر رو ورده. میخوام مثلا مثالی که این پزشکیان رئیس جمهور رفته بود یه جا گفت راجع به نسل زد صحبت می‌کرد، فکر می‌کرد مثلا نسل زد منظورش از زده، مثلا زد اینه. ندیدم اینو. نه چرا میگن زد؟ چرا نباید ما همراه باشیم؟ چرا باید زد هم باشیم؟ حالا چیز کنیم، اولین ویدیو نیم ببرن. چرا؟ آقا گفته دیگه. خب اشتباه گفته دیگه. مگه ما داریم جرم و جنایت میکنیم؟ زبون اونم اسپانیولیه. غلط نبوده بنده خدا. آره. کسی هم قبلش توجیهش نکرد. ولی یه چی بگم، منم ممکنه خیلی چیزا مثلا گوست رو من بلد نبودم. آره ولی خب چیزی هم نمیگی شما، معمولا چیز میکنی. یه اصطلاح دیگه هم هست، گسلایتینگ میگن. خب که من هنوز دقیقاً نفهمیدم چیه. خودتونم نفهمیدم. آخه ببین من خودم آخه چیزی نیستم زیاد. گس مثلا مثل طعم گس؟ نه سلطان، گس گاز، گسلایت. تو باید بگی مثلا. آره ببین من خودم چون تو توییتر و مثلا تیک تاک اینا فعال نیستم،
مثلا یه اینستا یه یوتیوب من نگاه میکنم. گسلایتینگ. مثلا خودم خیلی هاشو بلد نیستم ولی مثلا نه دنبال اینم یاد بگیرم. گفتی میدونی یاد چی افتادم؟ داشتیم صحبت میکنیم راجع به قشم و اینا، منطقه گامبرون. گامبرون برگشتی گفتی گامبرون. گامبرونه دیگه. تو میخوام بگم چجوری بگم حالا شاد اوت تو قشم. اجازه بده. شاد اوت میدونی زر نزن یه لحظه اجازه بده. حالا هر کلمه ای هم که فکر می‌کنی نباید باشه بعداً روش بوق بذار. لقب گربه نزدی تو. گامبرون بعد الان میگی سلطان گس لایتینگ. تو نمیخواد گامبرونه بگی گامبرون از من ایراد بگیری. گامبرون اینجا یه طرف است رو به ما اون داره اشتباه میاد و خیلی مطمئن اومده چسبیده به اون. حیف که تو ویدیو هم دارم صحبت میکنم بعد میاد این گفت ببین اصلا یه قانون نانوشته است این. شما دستو تو رانندگی میتونی بزنی طرفو مثلا باباشو بکشی جلوش چشش، ولی دستتو بیاری بالا بگی شهرونده کل مشکل حل شده. قضیه این چیه؟ اینو نسل شما اومده به ما. بگیر اون بود ممنوع های چپ چپ منو اینجا نگاه. دو طرف است آقا دو طرف است اینجا. قبلش که یه طرفه اونجا بود. یه طرفه بود. تا سر راد اینجا دو طرف است. خیلی خیشتن داری کردم. بگم سر موضوع اول نگفتی این گس لایتینگ چی بود؟ باید سرچ کنم حالا ویدیو بعدی بهت میگم. تو که خودت بلد نیستی گفتم خودم هم بلد گفت دقیقشو نمیدونم. ببین مثل این میمونه انگار دنده دادن به یکی، خب بهش مثلا دنده بدی بره یه کاریو کنه، بعد که یارو میاد میگه آقا من فلان کار کردم، تو میگی چه کاری بود تو کردی؟ مثلا میگن آره مثلا فلانی گسلایتن که عادی ان مردم، چرا تو یه خیابون اینجوری شد؟ به هر روی بگیم مثلا موضوع اصلی. بله داشتیم میگفتیم که مثلا کارهای نامناسب کمتر دیدیم از نسل زد. شما تو کار من چرا با لفظ بازی میکنم؟ یادم رفت جمله شما کارهای نامناسب. گفتم یه سری چیزایی که مثلا تو نسل ما بود و تو این نسل کمتر میبینیم. مثلا دزدی تو کار. داشتم اینو میگفتم که اون آیتی منه رو من برداشتم آوردم. این آیتی مغازه رو کجا برد؟ اصلا به کو گسلایت آوردمش مغازه. این آقا 2 تا پرینتر رو با یه دونه سیستم اینا رو به هم شبکه کنه. یعنی کار ساده بود. چیزی که هم که لازم بود حالا مثلا یه قطعه فیزیکی 200,000 تومانی بود، اومد و رفت و اینا. من با این چون سر آشناییت و اینا اصلا راجع به قیمت و اینا صحبت نکردم. مغازه بله مغازه شما رو دارم سوء استفاده آقا این پا شد رفت و منم به احترام شما که چی نگفتم، دست کشی رو سر من به بابام گفتم حالا باش برخورد کرد. ولی این اومد یه دونه قطعه‌ای که من دیروزش برای مغازه شما خریده بودم 200,000 تومان، اونو حساب کرد با ما 500,000 تومان. نمیدونم هزینه رفت و آمد از میدون ولی هستن نیاوران اما گرفت 1,000,000 تومان دیگه. حالا رفت تو ما بدیم الان بار از قم میاد 1,000,000 نیسان بار از قم میاره 1,000,000 تومان نمیگیره. آره این اینجوری با موتور از ولی از اومده نیاوران 1 تومن گرفته. یعنی یکم بهش پر و بال میدادی. هزینه صبحونه نهار شام و و این اتفاق خیلی جالب بود که من اصلا اینجا با موضوع ببین من چیزو میفهمم. مثلا اون قطعه 200,000 تومانی و به من گفتی بگیرم، گفتم آره من وقت نمی‌کنم برو بگیر. من میدونم قیمتش چنده که تو رفتی گرفتی 500,000 تومان. خب دروغ داری میگی. اگه تو میومدی اینجا تو کیفت بود، ما برای اینکه کارمون را بیفته تو اون 500,000 تومان می‌خریدیم، برای من قابل درک‌تر بود تا اینکه 200,000 تومان رو با هم 500 تومان حساب کنیم. کیسه تو تصویر چرا ای فاک اشکال نداره. اوکیه بابا یک کیسه همه این چیزا رو من باید به تو بگم. اوکی الان مثالی که زدی چه ربطی به بحثمون؟ همونی که گفتی دزدی میکنن و اینا سر چند کار. سالش؟ اون 68 69. آفرین. یه سری زرنگیای زرنگی چرک. آره. بودار.
شماها بلد نیستین و میخواین انجامش هم بدین میرینی. من اصلا دلم نمیاد این کارو کنم. باز گفتیم من نه مثال خودم رو زدم، ببخش من. ولی این کارا دیگه واقعا چرکه. لطفاً بس کنی. اینم تجربه شد. الان به کی گفتی بس کنی؟ از نسل ایگرگ خواستم که تو پاچه کردن این مدلی رو بس کن. تو پاچه کردن کار خیلی خوبیه، ولی این مدلیش چرک. الان این وسط یه مگه ویدیو تمام شده که میگی تجربه شد؟ نه این هم تجربه شد دیگه، میتونه چیزای دیگه هم تا آخر ویدیو تجربه شه. حداقل بگو این تجربه شد چیه؟ تجربه شد اسم پادکستمونه دیگه. آخر پادکست تجربه هامون میگیم. آخر پادکست میگی. قرار شد اصلا معرفی نکنیم خودمونو. الان تموم شد؟ نه یه دور دیگه بزنیم. خیلی داری پرت و پلا میری اصلا. آیتی من اومد بهتر رفتیم. من بهت گفتم ویدیو خوب بود. به خاطر که آمادگی ذهنی داشتم. توی اون یه هفته‌ای که سری پیشو گرفتیم 1000 تا اتفاق اونجوری افتاده بود. الان هی دارم میگردم فایل‌ها رو دنبالش. چی شد؟ قرار تحقیقات کنی بنویسی رو کار؟ من نمی‌دونم امروز ضبطیم که من حتی خوشگل‌تر میومدم می‌دونستم امروز ضبط. حتی خوشگلم خدایی. من خوشگلم. شما خیلی ناسی. عشق. الان بس نیست، باید ادامه بدیم. موضوع خلاقیت رو صحبت کنیم، کارایی نسل زدو. بفرما شما بگو تا من یه بحث دیگه ای که میخواستیم تو ویدیو دیگه کنیم. من به شما گفتم که نسل زد به خاطر آگاهی و این حالا در اختیار داشتن تکنولوژی و این مسائل که بچگی خب با اینا اخت گرفته، خلاق‌ترن، راه حل‌های باحال‌تری دارن، بروزترن. شما گفتی که خلاق‌ترن جای بحث داره. آره واقعا. یه مثال هم زدم. بله. مثلا به پرسنلت میگه آقا این جعبه رو بگیر. چرا میخندی؟ خودت هم میگی. مثال بی‌نظیره. خیلی. برو بیرون مغازه، آقای احمدی دست راست نشسته. بده به آقای احمدی. بله. میره دست راست رو نگاه میکنه، آقای احمدی نیست. نمیکنه مثلا دست چپ هم نگاه کنه، شاید مثلا آقای احمدی اونور کار براش میشه. برمیگرده میگه آقای احمدی نبود. بعد دستشو میگیرن میرن بیرون، میگم خب آقای احمدی اینجا نیست، اونجا که هست. اسکل. بله. حالا من نمیدونم منظور از خلاقیت چیه. خلاقیت جایی که دوست داریم به کار میبریم. تک‌بعدی نیستیم. تک‌بعدی نه، من این احساس تک‌بعدی رو ندارم. یه مثال دیگه بزن. امروز حسابدار ما اومده بود خب سندای حسابداری رو تحویل بگیره. اسم ببرم؟ نه. یکی از بچه‌هایی که اون پشت بود. اسم کوچیک میتونی بگی. دیانا بود؟ نه. علی بود؟ یگانه؟ علی. کیانوش اومد بهش گفت مدارکو بذار تو پاکت بده به آقای فلانی میخواد ببره. اومده به من میگه آقا ریاد به من گفتم مدارکو بذارم تو پاکت. کدوم مدارکو؟ گفتم مگه حسابدار نیومده؟ اون سندا رو میبره. مدارک. گفتم داری واقعا اینو جدی میگی؟ گفت نه مثلا مدارک بیمه رو میخواد، مدارک نمیدونم مثلا اداره گاز رو. گفتم نمیدونم چی واقعا باید گفتم اولاق الان تو دنبال غلط املایی میگردی. بعد خودش خندید. حالا من نمیدونم واقعا همتون، چون حالا ما یه اسمی بریم ولی 90% همین تک‌بودین خودتون رو میزنین به اون. نه ببین یه چیزی هست، ما کلا تو روال اداری افتضاحیم. این الان چه ربطی به روال اداری داره که مدارکو بذار؟ نه مثلا اسم مدارک میاد من استرس میگیرم، اسم اسناد میاد، سند میاد، امضا میاد، من درگیر میشه ذهنم که آقا چیکار قراره کنم، چی داره میشه دور من. واقعا این اتفاق به من میفته. همتون همینی. ولی حالا میگه خلاق‌ترن، یه مثال بزن. شاید مثلا اینجوری نکن، این روند مثالشون نمیدونم، شاید هم اشتباه میگم، روند تکامل هنر رو
انگار بهتر میتونن درک کنن. به خاطر چی من این نظر رو دارم؟ به خاطر اینکه خب اوکی یه گوشی بوده، یه ماهواره‌ای بوده، یه تلویزیونی بوده، مدیا بوده و اینا دیدن هنرهای مختلف و آقا پاپارت رو دیدن، نمیدونم کلاژ رو دیدن، 1000 تا مدل هنر رو دیدن. بعد این روند تکامل هنر رو بهتر میتونن درک کنن. الان همه چیز رو انگار میتونن خوشگل‌تر پیش ببرن، مثلا توی مسائل هنری، مثلا توی گرافیک، توی لباس پوشیدن، استایل کردن، اصلا اینکه کجا بریم خوش میگذره، کجا باحال‌تره. میدونی مثلا قدیم یه ساندویچی بوده که عینش مثلا یه جا دیگه بوده، حالا تابلو این آبی بوده، تابلو اون قرمز بوده. الان این فضا سازی‌ها و اینا چیزاییه که خب توی نسل بیشتر 70 شروع شده و اومده حالا 80 دارن انجامش میدن و تازه خب 80 وارد بازار کار شدن. آره استایل کردن، باحال‌ترن دیگه. آدم خوش تیپ کم پیدا میشه. مثلا میگم چند نفر توی نسل شما و قبل‌تر مثلا چند نفر الان شبیه عماد لباس میپوشن؟ اون عماد خوش تیپه دیگه. چند نفر تو اون سن شبیه عماد لباس میپوشن تو میشناسی؟ و تو سن من همه همین تیپی. من خوش تیپم. تو خوشی. آره. آقایش شاید بشه تو اینجور چیزا یکم چیزا با خلاقیت دارن، از مثلا چیزای جدید نمیترسن، دوگ نیستن، یه چیزی اینجوری نیستن وای یه چیز جدید دوری کنیم و اینا. ما دوگمی؟ نه شما نیستی، خیلی هاتون دوگمی، مخصوصا حالا یه سری آدمایی که تم مذهبی تر دارن. دوگمن. آره دوگمن، خیلی دوگمن. مثلا آقا طرف واقعا میدونی مثلا پیتزا دوست داره، خب میدونه پیتزا دوست داره ولی نمیره پی این که ببینه آقا این پیتزا با اون پیتزا، این آمریکایی این ایتالیایی این ناپولیتن اون نمیدونم روما این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ نه زبونم نچرخید بشتی. آره اینا همه با هم چه فرقی دارن؟ نمیره دنبال چیزایی که دوست داره. معلومه نمیره. اصلا وقتشو شاید نداره ها؟ نه اصلا حوصله‌شو نداره، اصلا براش مهم نیست. وقت و حوصله نیست، تو مخیلش نیست. آره اصلا نمیفهمه یعنی چی آمریکایی، اصلا متوجه نیست انگار. خیلی کمن آدمایی مثلا تو نسل شما که روی کیفیت لایف استایلشون زمان بذارن. چون نسل شما خلاق‌تر خدایی الان که دارم. ولی میدونی یه تفاوت اساسی، ما همه چی رو انگار مثلا از بالا نگاه میکنیم، خیلی جوانه بود در نظر میگیری، ولی شما انگار توشین یه مسئله‌ای که پیش میاد. آره. جوانه بود در نظر نمیگیری. مثلا من میگم اگه الان این کار رو کنم بعدش اینو این اتفاق میفته، ولی تو درست میگم یا آره. نه درست میگی. مثلا تو ولی میخوای این کار رو بکنی کلیت رو نگاه نمیکنی که بعدش چی میشه و بعدترش چی میشه. شاس میزنم اون وسط. واسه همین شاید من میگم تک بودی از بالا یا چه میدونم کلی تر نگاه نمیکنی. من خودم برای که این مشکل رو نداشته باشم دقیقاً مثلا 4 نفرن که موقعی که میخوام یه کاری رو انجام بدم همیشه باشون مشورت میکنم. قبلا 2 نفر بودن الان 4 نفرن. اون 2 نفر کی بود؟ قبلا بابام بود و نکیسا. آره نکیسا خیلی خوب نگاه میکنه. بابام هم خب همیشه بابای من یکم چیز هستا، یکم دوگم هست خب، ولی اوپن تو ورکه. مثلا اوکیه میفهمه منو، برای خودش شاید نپسنده ولی برای من مشکلی نداره. برای همین از بالا بهم نگاه میکنه میگه مثلا حواست به این باشه حواست اون باشه. نکیسا یه جاهایی که بابام نمیبینه نمیکنه. جدیدن که با شما خیلی مشورت میکنم راجع به کارهایی که میخوام بکنم. رنا هم همینجوریه. رنا هم خیلی جوانه با نگاه میکنه اگه موضوع راجع به من باشه. 2 نفر دیگه من و رنا بودیم که اخیراً اضافه شدید به این موضوع. حالا رنا 1 سال خورده شما 6 هفته. سپاس عشق منی. خب نکیسا و رنا که همسن و سال آره همسن. تو چرا اونجوری نگاه نمی‌کنی؟ مدل شخصیتیمون نیست. مدل شخصیتی اونا چجوریه؟ نکیسا و رنا خب یه سری بچه شباهت دارن
نکیسا و رعنا که دوستای دوستایشون و هم نسلی ایشون. و نکیسا یه سری صفات شخصیتی داره که انگار از بقیه ماهای مقدار بزرگتره. خب اینو دقت کردی؟ مثلا تو هر جمعی که بری یه همچین آدمی به نسبت بقیه هست. و اینکه نکیسا خیلی محافظه کارانه عمل میکنه. من خودم خیلی کم ریسک عمل میکنم ولی محافظه کار نیستم، یهو دل دیوونه بازی در میارم. نکیسا نه، حواس جمع‌تره. رعنا هم همین جوریه. رعنا قبل اینکه یه کاری رو شروع کنه همه چی شو نگاه میکنه، میسنجه، انگار مدل پیشرفتش رو تو اون قضیه میبینه. من خیلی وقت هر دنبیل میرم ببینم چی میشه. و همین با اینا مشورت میکنم. نستتون شلخته است کلا؟ من شلختم. نه کلی دارم صحبت. زیاد ندیدم. شلخته ذهنی، شلخته چجوری بگم؟ دقت نکردم. کاری کلا. شلخته نظافتی نه خیلی. نه نیمه. مثلا توی تعادلیه، انگار مثلا 50 نفر هستن 50 نفر هم نیستن، ولی خب من تو زمینه شلخته قرار میگیرم. مثلا نمیدونم دقت کردی، مثلا حالا با رامتین زیاد ارتباط داشتی، رامتین میخواد یه کاری رو انجام بده، اول اونجایی رو که داره اون کار رو انجام میده رو کامل مرتب میکنه بعد انجام میده. تو اینجوری نیست. من اینجوری نیستم. نه، من هر چی شلوغ‌تر باشه انگار یهو راه حل بهتری برام اون کار به ذهنم میاد. شخصیتیه. به نسل شخصیتی. یه آدمی تمیزه، یه آدمی کثیفه، یه آدمی شلخته است، یه آدمی نیست. بعضا ببندیمش دیگه. آره دیگه طولانی شد. تجربه شد. اینم تجربه شد. عشق. اینجا بعد یک کاتی بخوره تجربه شد بیاد و عشق. خب سلام. من ارسلانم، آقا آریا. اینجا هم چنل یوتیوبه. خوب نشد. نه افتضاح بود. ببخشید.